از هوش مصنوعی پرسیدم گیم کالاف یا پابجی یا فری فایر کدومشون پلیر بچه سال بیشتری داره؟ بریم خودتون جوابش رو ببینید. میفهمی که تو هم نوبی، خب همینه. اینجا همه گیمرن، میخوای باشی مثل بات، هیچ کدوم از همتی میاد نمیمونه پات. اینجا کالاف لعنتی پابجی نیستش، خبری از داداشی و آبجی نیستش. اینجا کالافه بکش تا کشته نشی، اینجا نصف اسنایپرن نصف راشی. پینگ بالا داره اینجا بیداد میکنه، تیرای منم داره هی باگ میخوره. همه کنار همن تو مپ خوب خفن، همه فقط میخوان پول بتل پس رو ندن. همه نوبیم خودت اون را نزن، اگه گیمری روی سفینه جا نزن. اکتیویژن پاشو یه چند تا باگ بد دارم، اکتیویژن پاشو ریجن هند خوب با هم کجاهاشو دیدی تازه اول باگم. اکتیویژن من این نوبم خب گان بد دارم. اکتیویژن پاشو یه چند تا باگ بد دارم، اکتیویژن پاشو. بعدش هم ازش پرسیدم کالاف یا پابجی، جواب داد. ولی حالا شما بگید که کالاف بهتره یا پابجی؟ فرقی نداره، تو باشی بقیه باشه او باشه دختر پسر همه رو خراب بکنم اصلا. برادرها خواهرای گرامی صاحب و حرفا یادان نره به پیج ما سر بزنید.